بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت پدر بزرگوار و استاد عزیز هستیم. چون دوستان بسیاری با ما تماس میگیرن، دوست دارن که نسبت به حضرت عالی اطلاعات دقیق و وسیع داشته باشن که مستندم باشه، ما گفتیم به محضر شریف شما بیاین از خدمت خودتون سوال کنیم و شما خودتون به عنوان بهترین منبع موثق مسائل درباره زندگی خودتون، زحماتی که در معارف دینی کشیدید و اون مبارزاتی که در گذشته با عرفان‌ها و فرقه‌های کاذب داشتید و اون مطالبی که درباره زحمات شما در هنر خط بوده، مطالبی رو از وجودتون استفاده کنید. و خودتونم در کارهای عرفانی کتابی نوشتین، تحقیقی در مورد البته اون وقت بله بعدن که یواش یواش به اصطلاح نظریات خودم برای خودم محقق شد که راه من غیر از راه اونهاست، شروع کردم در اول در عرض کنم که مثنوی شروع کردم و در مثنوی حاشیه نوشتم و بعدا چون که با تفسیر و فلسفه و به اصطلاح شرح حال عرفای بزرگ مثلا خود شیخ عطار که مثلا تذکرة الاولیا رو نوشته یا مولانا که مثنوی رو نوشته، اینها مطالعه می کردم، دیدم که بهتر اینه که من مطالب اونها رو گزیده کنم و بازنویسی کنم. و اولین چیزی که به اصطلاح برای ذهنم خیلی جاذبه داشت تفسیر خواجه عبدالله انصاری بود که به نام کشف الاسرار و عدة الابرار و او 3 قسمت داره این کتاب. معمولا یک قسمت تفسیر ترجمه لفظی زیرنویس فارسی داره، یک شأن نزول و احادیثی را که در مربوط به اون آیه هست داره و اون وقت ایشون مطالب عرفانی که از اون آیه و از اون احادیث میشه به اصطلاح استفاده حقیقی و معنوی کرد و اونها رو من یادداشت برمی‌داشتم و مدتی هم رو این کار کردم. بعدا شرایط طوری پیش اومد که بعدا در مجلسی که مال یکی از همون اساتید هنر خط بود و اون هم شخص با تقوا و وارسته‌ای بود، من شرکت میکردم. یه شخصی بود اونجا مثنوی میخوندم و به اصطلاح اظهار نظر میکرد و اتفاقا ایشون شرایطی پیش اومد که ایشون نیومد. موقع که اون مسئول اون مجلس دید اون شخص نیست و کسی دیگه مثلا نیست، از من به اصطلاح تقاضا کرد که شما مثنوی بخون. من خب به عنوان این که بلد بودم مثنوی رو بخونم و بی غلط میخوندم و نکات دقیقش رو میفهمیدم، خلاصه ما همینطوری به عنوان یک تازه کار مثنوی رو دست گرفتیم و تفاعل دادیم و یه مطلبی اومد و برای در اون مطلب من بنا کردم، چون که تقریبا زمینه قبلی هم داشتم، بنا کردم صحبت کردن و تفسیر کردن و مسائل عرفانی را از دید مثلا مثل مولانا و شیخ عطار و خواجه عبدالله انصاری که زمینه داشتم. حتی بعضی آیات هم تفاسیری که مثل مال مولا محسن کار بود و تفسیری که مولا صدر نوشته بود از اونها مطالعه قبلی داشتم استفاده کردم. خلاصه همین باعث شد که ما یه گوگندگی رو اون جلسه اول به این عنوان کردیم برای اینکه کسی دیگه ای نبود. بعد که این مجلس تموم شد متقاضی زیاد شد، یعنی افراد زیادی که اونها این مجال علاقه من داشتن، افراد خالصی بودن ولی مستمع خوبی بودن و طالب خوبی بودن، اینها به من مراجعه کردند و
هر کدوم که مجلس‌های خاصی داشتن که با مجالسی که فرقه‌های درویشی داشتن فرق داشت، اینها ما رو دعوت کردن که فلانی مثلا فلان شب شنبه، شب پنجشنبه، شب دوشنبه فلان ما مجلس داریم، شما مثلا بیاید. ما قبول کردیم و خلاصه از این مجلس به مجلس دیگه، از این مجلس به مجلس دیگه، در حدود شاید 7-8 سال اصلا این دیگه شغل ثانوی من شده بود که بعد این مجالس رو میرفتم اونجا هم صحبت میکردم، مثنوی میخوندم، تفسیر میکردم. تفسیر که نمیکردم، شرحی که به نظر خودم با از کتاب‌های دیگه در گرفته بودم یادداشت میگرفتم و یادداشت برمی‌داشتم یا علامت می‌زدم و در بعضی مجالس اونها بازگو می‌کردم.